بعد از این که ناهار خوردیم وسایل سفره رو جمع کردیم. حسین هم یه دونه دستمال برداشت و سفره رو تمیز کرد و تا کردش. هنوز تازه ساعت 2 شد و پا شدیم دوباره چادرامون رو سر کردیم تا بریم به مسجد برای مراسم حلالیت طلبیدن حاج بهمن. راه افتادیم سمت مسجد. این سری رفتیم دیدیم در مسجد بازه و همه اومدن. ما رفتیم بخش زنونه مسجد، حسین هم رفت بخش مردونه مسجد. حسین رفت با حاج بهمن روبوسی کرد و دست داد. عروس حاج بهمن هم برای ما چای آورد. چایمون رو خوردیم و بعدش حاج آقا اومد و به همه گفتش که باید حاج بهمن رو حلال کنید. ما هم گفتیم به شرطی حلالش میکنیم که برامون از مکه سوغاتی بیاره. بعدش اول از مردها پذیرایی کردن و بعدش هم نوبت زنونه رسید و به همون میوه و شیرینی دادن. نشستیم با مرضیه خالا میوه و شیرینیمون رو خوردیم. بعدش مرضیه خالا گفت ما تو خونمون آدم مونده، سهم اونم بدیم ببریم. 2 تا هم اضافه گرفتیم و پا شدیم رفتیم به سمت خونه.